سلام دوستان، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. اگه مثل من عاشق داستانایی هستی که تا ته شب خوابت نمیبره، همونی که موقع گوش دادن بهش یه دفعه برمیگردی پشت سرتو نگاه میکنی، پس حتما همین الان سابسکرایب کن. اینجا هر هفته برات 2 تا داستان واقعی، تاریک و عجیب دارم. قصه‌هایی که شاید باعث بشن یه جور دیگه به دنیای اطرافمون نگاه کنیم. حالا اگه جرأتشو داری بذار بگم چی به سر من و خانواده‌ام اومد وقتی یه موجود اومد و تصمیم گرفت با ما زندگی کنه. صدای در ماشین هنوز توی گوشمه. همون بوق بلند و کوتاهی که موقع خداحافظی از شهر زدیم. شوهرم گفت شروع تازه، زندگی بهتر. ولی من نمیدونستم چرا ته دلم میلرزه. حتی قبل از این که به خونه برسیم یه چیزی درست نبود. خونمون تو حاشیه شهره، نه خیلی قدیمیه نه خیلی نوساز. از اون خونه‌هایی که ظاهرشون عادیه ولی یه جور سکوت سنگین توی دیوارشه. همون اول دختر کوچیکم نیکا گفت اینجا بوی آدم دیگر رو میده. پوزخند زدم، به خودم گفتم حتما از خستگی جابجاییه. اما اون شب، همون شب اول وقتی برای خواب رفتیم بالا، همون بویی که نیکا گفته بود و منم حس کردم. بوی گرم، مرطوب و سنگینی که شبیه هیچ چیز آشنایی نبود. اتاق خواب بچه‌ها کنار هم بود. نیکا با خواهر بزرگترش نرگس توی یه اتاق خوابیدن. من و همسرم هم تو اتاق انتهای راهرو. همه چیز عادی به نظر می رسید تا نیمه شب. نرگس اومد بالا سرمون. چشماش گشاد شده بود. صداش خشدار بود. مامان، نیکا با کسی حرف میزنه، با یه زن. رفتم توی اتاقشون. نیکا رو دیدم که نشسته روی تخت. به گوشه اتاق زل زده و زیر لب یه چیزایی رو زمزمه میکنه. وقتی نزدیک شدم با همون نگاه خیره گفت مامان، عمه اومده. گفتم کدوم عمه؟ ما که کسی رو اینجا نداریم. با لبخندی که بیشتر از این که کودکانه باشه ترسناک بود گفت عمه تاریکی. همون شب ساعت 3 صبح بیدار شدم. صدای راه رفتن توی راهرو می اومد. ولی وقتی در اتاق رو باز کردم هیچ کس نبود. تنها چیزی که دیدم یه سایه بود. سایه‌ای که ایستاده بود روبروی اتاق بچه‌ها. ولی هیچ کس اونجا نبود. از همون شب خونه دیگه خونه نبود. صبح روز بعد همه چیز عادی به نظر می رسید. آفتاب از پنجره‌های بزرگ طبقه بالا میتابید. نیکا و نرگس با هم صبحونه میخوردن. انگار نه انگار که شب گذشته اتفاقی افتاده. اما من خوابم نمیبرد. تصویر اون سایه لعنتی هنوز توی ذهنم بود. شوهرم میگفت تو خسته ای، فقط یه توهم بوده. بچه‌ها هم توی فضای جدید دارن با خیال بازی میکنن. ولی من حس میکردم اون چیزی که دیدم خیال نبود. مثل بوی دود بعد از آتیش هنوز ته خونه مونده بود. نیکا خیلی عادی رفتار میکرد تا اینکه بعد از ظهر وقتی داشت با مدادش نقاشی میکشید منو صدا زد. مامان، ببین اینو عمه کشید. کاغذ رو گرفتم، یه برگه سفید با خطی کشیده و دراز. نه خط کودکانه نیکا، نه چیزی که توی این سن ازش انتظار داشتم. تو نقاشی یه زن کشیده شده بود، زنی قد بلند با موهای بلندتر از زانو و صورتی بیچشم، فقط 2 حفره سیاه به جای چشاش بود. کنارش یه جمله با دستخطی عجیب نوشته شده بود: بهم جا بده، منم ساکتم. سرم تیر کشید، پرسیدم اینو کی کشیده؟ گفت من مدادو دادم دست عمه، اون خودش کشید. شوهرم گفت خب بچه‌ها بعضی وقتا همچین چیزایی میگن، بچه از خیال بافی میکنه. اما شب که شد اتفاقی افتاد که خیال نبود. نیکا تو خواب گریه میکرد. رفتم بالا سرش، داشت بدنش میلرزید. وقتی بیدارش کردم با صدایی که انگار صدای خودش نبود گفت تو نذاشتی بیاد تو، پس منو با خودش برد. و بعدش چشمای نیکا برگشت، سفیدی کامل. فقط برای چند ثانیه بود، ولی کافی بود تا بفهمم اون زن فقط خیال نبود. از شب دوم به بعد خونه آروم نبود. نه اینکه سر و صدا باشه، دقیقاً برعکس. یه جور سکوت کشدار و مصنوعی، مثل وقتی که برق میره و صدای یخچال هم قطع میشه. سکوتی که انگار منتظر اتفاقی بیفته. من و شوهرم هر شب زودتر میخوابیدیم که بچه‌ها تنها نمونن. ولی اون شب همزمان با خاموش شدن چراغا یه صدا شروع شد. یه صدای خشخش از داخل دیوار اتاق نیکا. اول فکر کردیم موشه، بعد شایدم سیم کشی، ولی نه این بود نه اون. خشخشا شبیه صداهایی بود که کسی با ناخن به آرومی به دیوار میکشه.
نه یه بار، بارها، تکرار پشت تکرار. ساعت نزدیک 1 شب بود که نیکا جیغ زد. با هم دویدیم توی اتاق. اون وسط اتاق ایستاده بود. با چشمای باز به دیوار زل زده بود. همون دیواری که صدای خشخش ازش می اومد. دستشو دراز کرده بود طرف دیوار و گفت اونجاست، توی دیواره، داره دنبال راه میگرده. پشت دیوار اتاق بچه‌ها فضای خالی نبود. فقط دیوار مشترک با اتاق پذیرایی بود. ولی من نمیتونستم بی تفاوت باشم. صبح روز بعد با یه پتک قدیمی زدم به دیوار. شوهرم فریاد زد چیکار میکنی؟ ولی من فقط میزدم. انگار یه چیزی پشت اون دیوار صدام میکرد. بالاخره یه قسمت از دیوار فرو ریخت. پشتش هیچی نبود. فقط یه فضای خالی به اندازه یه نفر. اما بوی بدی زد بیرون. بوی شبیه خاک مرطوب و موی سوخته. و یه چیز دیگه. یه گوشه اون فضای خالی یه تیکه کاغذ چسبیده بود. با یه خط سیاه نوشته شده بود بذار کامل بشم. از وقتی دیوار رو شکستم خونه دیگه اون خونه نبود. نیکا کم حرفتر شده بود. نرگس شبا بیدار میمونه و به سقف زل میزد. و من هر لحظه منتظر بودم یه چیزی از همون فضای خالی بیاد بیرون. یه شب وقتی داشتم صورتم رو تو آینه اتاقم تمیز میکردم چشمم به یه حرکت افتاد. پشت سرم کسی ایستاده بود. برگشتم کسی نبود. دوباره با آینه نگاه کردم. هیچ چیز غیر عادی به نظر نمی رسید. فقط یه ترک ریز وسط شیشه. نفس عمیقی کشیدم. به خودم گفتم خیالت داره دیوونت میکنه. صبح فرداش نیکا دوباره نقاشی کشید. یه آینه بزرگ وسط یه اتاق و زنی بدون صورت که از داخل آینه به بیرون خم شده بود. با خط قرمز زیرش نوشته شده بود اونی که از اونور میاد ولی تو نباید ببینیش. سعی کردم نقاشی رو پنهان کنم ولی اون شب اتفاقی افتاد که نمیتونستم نادیده بگیرم. نیمه شب صدای خفیف شکستن شیشه اومد. با ترس از خواب پریدم. دویدم سمت اتاق. آینه اتاقمون شکسته بود. اما عجیبتر از شکستن آینه اون چیزی بود که روی زمین مونده بود. یه تار موی بلند سیاه و خیس. وقتی خواستم اونو بردارم یه چیز تو آینه دیدم. برای چند ثانیه تصویر خودم نبود. زن دیگه بود با صورتی تار و چشمانی که از دورترین نقطه جهان نگاه میکنه. آروم زمزمه کرد تو جای منو گرفتی، حالا نوبت منه. از شب شکستن آینه دیگه من نمیتونستم بخوابم. نه فقط از ترس بلکه انگار چیزی توی خونه بیدار شده بود. یه حس سنگین مثل اینکه کسی دائم داره نگاه میکنه حتی وقتی تنها بودم. شوهرم هنوز باور نمیکرد. میگفت استرس جابجایی و خستگیه. باید چند روز بریم مسافرت. ولی من میدونستم چیزی توی اون دیوار بیدار شده و حالا خودش رو تو آینه ها، سایه ها و خواب ها نشون میده. اون شب مهمون داشتیم. خواهر شوهرم پریسا اومد دیدنمون. تا اومد توی خونه نیکا ساکت شد. با چشمای گشاد فقط زل زده بود بهش. پریسا خندید و گفت سلام نیکا جان. منو نمیشناسی؟ نیکا با صدای خشک و بی احساس گفت تو چرا اومدی؟ اون نمیذاره کسی بمونه. پریسا اول فکر کرد شوخی بچگونه است ولی شب وقتی همه رفتیم بخوابیم صدای جیغش کل خونه رو لرزون. با عجله رفتیم توی اتاق مهمون. پریسا گوشه اتاق کف زمین نشسته بود. با بدن جمع شده به گوشه سقف خیره بود. سقف خالی بود ولی اون زمزمه میکرد اون اونجاست، اون از سقف نگاه میکنه. هی میگه برو اینجا مال منه. تا صبح دیگه خواب به چشم کسی نیومد. فرداش پریسا با چشمای قرمز و لبای لرزون فقط یه جمله گفت این خونه مال شما نیست، یکی دیگه اینجاست و نمیخواد مهمون داشته باشه. اون روز بعد از ظهر رفت بدون خداحافظی و همون شب یه صدای جدید به خونه اضافه شد. صدای کسی که میخندید از داخل دیوار. اون شب وقتی خنده ها از دیوار اومد شوهرم بالاخره سکوت شکست. با نگاهی که سعی میکرد محکم باشه ولی چشماش لرزش داشتن گفت فردا میریم برقکار بیاریم، شاید صدای سیم کشه. ولی خودش هم باور نداشت. صبح نیکا توی اتاقش نشسته بود و یه بازی عجیب با خودش میکرد. 4 تا عروسک رو دور خودش چیده بود. با نخ قرمز به هم بسته بودن. یه دایره کامل. وسطش نشسته بود و زیر لب یه چیزایی میگفت. رفتم سمتش پرسیدم
داری چی بازی میکنی عزیزم؟ بدون اینکه نگام کنه گفت بازی صدا. اگه آروم باشی اونم آرومه. اگه پاتو از دایره بذاری بیرون میاد دنبالت. نخ قرمز انگار یه مرز بود. دست دادم به یکی از عروسک‌ها. نخ از جا در رفت. نیکا جیغ کشید. نه حالا میفهمه بیداریم. اون روز هیچ کاری نکردم جز اینکه کنارش نشستم. تا شب. نیکا دستش بیرون دایره نرفت. حتی غذا هم همونجا خورد. نیمه شب صدای خشخش دوباره اومد. ولی این بار نه از دیوار، از زیر تخت رفتم سمتش. نیکا بیدار بود ولی پلک نمیزد. فقط گفت اون الان اینجاست، نمیخواد تو بدونی. فقط میخواد منو ببره بازی. پتو رو کنار زدم و خم شدم زیر تخت و نگاه کنم. چیزی نبود. ولی وقتی سرمو بلند کردم یه چیزی توی آینه کمد دیدم. یه جفت چشم، نه چشم آدمی زاد، نه حتی چشم جن. یه جفت گودی سیاه که توش فقط صدای خندیدن میپیچید. بعد از اون شب خونمون تبدیل شد به یه زندان بیدر و پیکر. نه از اون زندانایی که قفل و میله دارن. از اونایی که وقتی در رو باز میکنی تازه میفهمی آزادی دیگه معنی نداره. صبح با صدای جیغ نرگس بیدار شدیم. دویدم توی اتاقش. دیدم گوشه دیوار پر از خط خطیه. نه با مداد نه با ماژیک. انگار با ناخن روی گچ کشیده شده بودن. پشت سر نرگس ایستادم. داشتم میپرسیدم چی شده که برگشت و گفت دیشب با هم بازی کرد. گفت هر شب یکی از ما باید انتخاب شه. شوهرم عصبی شده بود. داد زد. دیوار رو شکست. عروسکا رو برداشت و گفت دیگه بسه. شبم نیکا و نرگس رو برد کنار خودش خوابوند. ولی من جرئت نکردم پلک بزنم. تا اینکه دوباره همون صدا اومد. قرچ قرچ قرچ. از دیوار اتاق بچه‌ها. صدای خراش ناخن می اومد. رفتم طرفش. نفس حبس شد تو سینم. نور چراغ قوه رو انداختم روی دیوار. خطای جدید، تازه، خونی. یه جمله داشت شکل می گرفت. من اول نرگس رو انتخاب می کنم. اون لحظه فقط 2 کار کردم. نرگس رو از اتاق بیرون کشیدم. در رو بستم و کل شب رو کنار در نشستم. با یه چاقوی آشپزخونه توی دستم. ساعت 3:13 در شروع کرد به لرزیدن. نه مثل زلزله. مثل اینکه یه چیزی از اون ور داره با سر و شونه فشار میده بیاد تو. و از پشت در یه صدا اومد. صدای یه زن. آروم ولی زهرآلود. تو حق نداری انتخاب رو به هم بزنی. اون شب بعد از صدای در یه چیزی توی ذهنم جرقه زد. یه چیزی که از روز اول اسباب کشی توی ذهنم گیر کرده بود. اون در زنگ زده طبقه بالا. خونمون یه اتاق توی طبقه دوم داشت که همیشه قفل بود. صاحبخونه گفته بود انبار وسایل قدیمیه. کلیدشو گم کردم. چیزی هم اونجا نیست. ولی حالا با این همه اتفاق حس می‌کردم اون اتاق بیشتر از هر جای دیگه‌ای با این صدا و سایه ها در ارتباطه. صبح زود وقتی بچه‌ها خواب بودن و شوهرم سر کار رفته بود رفتم سراغ در زنگ زده. با یه پیچگوشتی و ضربه های پی در پی قفل قدیمی باز شد. در با یه صدای ناله باز شد. بوی نم و خاک مرده زد بیرون. اتاق تاریک بود. پرده ها کشیده شده بودن و همه چیز یه لایه زخیم خاک روش نشسته بود. اما یه چیز واضح بود. این اتاق مدت هاست کسی واردش نشده. ولی چیزی توش زندگی میکرده. روی زمین رد انگشتایی بود که خاک رو کنار زده بود. نه یک بار بلکه بارها. و گوشه اتاق یه آینه قدیمی بود. قاب چوبیش ترک خورده بود. وسطش یه پارچه سیاه چسبونده بودن. انگار که کسی سعی کرده اون آینه دیده نشه. آروم رفتم جلو و با 2 انگشت پارچه رو از وسط آینه کنار زدم. اول فقط انعکاس خودم بود. بعد چشمام تار شدن و بعد یه صحنه خودم ایستاده توی اتاق ولی پشت سرم یه زن. موهاش خیس، پوستش خاکستری و از گلو به پایین جای خراشای عمیق. داشت آروم زیر لب میگفت تو رو انتخاب نکردم ولی حالا که اومدی دیگه نمیری. نفس زنان عقب رفتم. پام گیر کرد. زمین خوردم. وقتی بلند شدم آینه دوباره تار شده بود. اما روی سطح خاکی زمین با انگشت چیزی نوشته شده بود. تا یکی از شما نیاد اینجا من نمیرم. 1 ماه گذشت. 1 ماه از روزی که تصمیم گرفتم بمونم و بقیه رو بفرستم. نرگس و نیکا با پدرشون رفتن شمال پیش مادر شوهرم. من موندم توی خونه با اون.
با چیزی که حالا نمیشد اسمشو گذاشت جن یا روح. چیزی بود فراتر از فهم، انگار خود ترس بود، خود تاریکی. تمام دیوارا دیگه زنده بودن، صداها با هم حرف می زدن، سایه ها کنارم راه می رفتن. ولی عجیبتر از همه این بود که بهش عادت کرده بودم. یه شب ساعت 3:13 همون ساعتی که همیشه اتفاق شروع می شد دوباره اومد. اما این بار صداش فرق داشت. آروم بود، انگار خسته، انگار زخمی. نوبت آخره، فقط یه چیز مونده. از جام بلند شدم و وقتی رفتم سراغ اتاق آینه هنوز سر جاش بود، ولی دیگه تار نبود، شفاف بود. و این بار توی آینه خودم نبودم، دختر کوچیکی بود، همسن نیکا، با موهای مشکی، خیس، چشمایی که از گریه سرخ شده بودن و دهنی که بی صدا حرکت می کرد. لبخونی کردم. تو صدای منو شنیدی، حالا وقتش صدامو پس بدی. اون لحظه فهمیدم از اول دنبال صدا بود، دنبال کسی که بشنوه، دنبال کسی که جای اون تو خونه بمونه تا اون بتونه بره. لبخند زدم، دستم رو روی آینه گذاشتم، گفتم برو، اینجا دیگه مال توه. سکوت، بعد یه لرزش، بعد تاریکی. وقتی چشم باز کردم صبح بود. آفتاب تو اتاق پخش شده بود. آینه ترک خورده بود، ولی دیگه هیچ صدایی نمی اومد. خونه ساکت بود، خالی، ولی برای اولین بار آروم. من مونده بودم، ولی انگار بخشی از من رفته بود. و حالا هر وقت شبا میشینم گوش میدم یه صدای دور از داخل دیوارا میشنوم. صدای یه دختر بچه که زمزمه میکنه ممنون که صدام شدی.